یک مطلب جالبی هست اینجا، استاد سجودی و به اصطلاح بعضی از دوستان و در یکی از برنامه‌ها در برنامه بتشکن این مطلب رو من ذکر کرده بودم، حالا اومدن گیر کردن. خب شیعیان واقعا من تعجب میکنم و خوشحال هستم که زنگ میزنن اینا رو مورد سوال قرار میدن که بله شما این حرفو میگن چیه، کجاست، منتها اینا با زیرکی میان فرار میکنن از قضیه و فریب میدن بینندگان خودشون رو. این رو هم ببینیم. وقتی سنی شدم سالهای سال بعد میزبان مرتضی رادمهر بودم. او طلبه شیعی بود که در قم درس میخواند که این هم ما قبلا ثابت کردیم افسانه است، دروغ. رادمهر یک شخص وهابی بود، به دروغ ادعا کرد من شیعه شدم، یک بارم قم نیامده بود، حتی نمیدونست دعای کمیل چیه. انشاءالله مستندش هم ساخته خواهد شد، آماده شده بود که قبلا صحبت کردیم. اینا حجت الاسلام مرتضی رادمهر، حجت الاسلام دکتر مرتضی رادمهر، یکی از طلبه های حوزه علمیه که سنی شده بود و خلاصه حقایقی رو در مورد حوزه علمیه افشا کرد رو حالا بعد از شهادتشون کلا دارن انکار میکنن. واقعا رسول الله صلی الله علیه و سلم راست فرمودن که اذا لم تستحی فاصنع ما شئت، اگر که شرم و حیا نداشتی هر کاری که دلت میخواست انجام بده. یه دونه عکس روحانی درست نداره، تمام عکساش جعلی بود. ما قبلا نشون دادیم اینو، تمام عکساش سرشو بریدن روی عکس دیگه گذاشتن. ما در کتابی که زندگی نامه ایشون هست و به قلم خودش نوشته شده در موقعی که زندان بوده، این عکس‌های جعلی و اصلی رو با هم گذاشتیم که عزیزانی که میخوان زندگی نامه حجت الاسلام دکتر مرتضی رادمهر رو که با عنوان چرا سنی شدم و به عربی هم هست این کتاب و به تاجیکی هم هست، عزیزانی که این کتاب رو میخوان میتونن که با امیر مثال حق.tv تماس بگیرن، ان شاءالله براشون این کتاب فرستاده خواهد شد. حالا میگه ایشون میگفت در سر درس آیت الله خراسانی، آیت الله خراسانی ما نداریم، آیت الله وحید خراسانی ما داریم. حالا یا شاید گفت آیت الله استاری. گفت امام زمان وقتی که ظهور کند در کنار خورشید لخت ظاهر میشود. مرتضی میگوید پرسیدم چرا لخت؟ گفت پس چرا ندارد؟ گفتم شاید میخواهد دختران و زنان بهره ببرند متردد شوند. حالا این جسارتی که میکنه. بعد جالب اینجاست، آیه سجودی، محمد باقر سجودی نویسنده، پا استناد به گفته شفاهی رادمهر من قسم میخورم که در کتب شیعه این امر نوشته شده که امام زمان لخت در کنار خورشید ظهور خواهد کرد. امام زمان کنار خورشید ظهور خواهد کرد. خوانندگان کمک کنند، همه رفقا کمک کنند با آیه سجودی تا سند کتبی پیدا کنیم تا یک بار دیگر علمای سوء را رسوا نماییم. آین خواننده ها همتون با هم جمع بشین، دست به دست هم دیگه بدین، این رو باید پیدا بکنین. آیه سجودی میگه من گشتم پیدا نکردم، حاشیه‌ای میگه تو عقل یقین ندیدم تو این کتاب. باز میگن نه قطع بالاتر ما در شبکه اعلام میکنیم پیدا کنن برای پیدا ایشون، کنن نشون بدن. ما هم نمیخوایم ایشون زیاد انتظار بکشن و انکار میکنن، میگن این روایت وجود نداره، این روایت نیست. ما خیلی یک سرچ کوتاه کردیم، خدا خیرش بده برادران عزیزمون در بخش علمی شبکه، همین کلیپ رو برای من آوردن. در تقریبا 5-10 دقیقه طول نکشید که دوستان اینو از عقل یقینم پیدا کردن و در دیگر کتاب هاشون این از اعیان شیعه دوستان عزیز نشون بدن. اعیان شیعه در صفحه 80 بدن يرى في قرن الشمس يقول ان الله بعث فلانا فاسمعوا له واطيعوا. میگه جسمی در کنار یعنی قرص آفتاب دیده می شود که الله صدا میاد که الله فلانی را فرستاده، بشنوید و اطاعت کنید.
این در اینجا. تشکر میکنم از احمد جان. این در کتاب دیگری در اینجا هم بدن یرا فی قرن الشمس یقول ان الله بعث فلانا فاسمعوا له واطیعوا. خداوند فلانی رو فرستاده، چون که اسم گرفتن امام زمان کفر است، نه اونجا بهتون نشون داده بودم روایت رو. پس فلانی رو بشنوید و ازش اطاعت بکنید. تشکر. الغیبه توسی هم هست، این کتاب الغیبه، شیخ الطائفه شون توسی. شناسنامه کتاب در نجف هم چاپ شده. در اینجا در این روایت در صفحه 269 در مورد صداهایی که از آسمان میاد و در صدای یرون بدنا بارزا نحو عین الشمس، یک بدن بارز رو یعنی آشکار، اوریان. حالا من روایت اصلیش هم از عین الیقین نشون میدم. بعد در اینجا یک اضافه داره که هذا امیر المؤمنین قد کر فی هلاک الظالمین. این امیر المؤمنین است که آمده حمله کرده به اصطلاح برای هلاک کردن ظالمین. این آخوند وقتی که به این مطلب میرسه اینو نمیخونه. اینجا دقت بکنید. از حق و از مستدرک نقل کرد، جای خیلی مهمتر هم اومده در مختصر بصائر اومده، اما روایت چیه؟ اینو چی ترجمه کرد؟ گفت امام زمان لخت ظاهر میشه. از علامت‌های ظهور امام زمان، اصلا هنوز امام زمان نیومده، هنوز امام زمان نیومده. از علامتاش اینه یرون بدنن، بدن در عربی با بدن فارسی فرق میکنه. ول بدن جعلناها لکم من شعائر الله. اینو فکر کردن هرچی فارسی هم همون باشه دیگه دقیقاً همون میشه. من واقعا خنده داره حماقت این آخوند. این حرف داره از شکم خودش میگه، هیچ حرف علمی و منطقی نیست. این نشان دهنده جهالت و حماقت این جماعت است که نه با زبان عربی آشنایی هستن نه با روایت ها و احادیث خودشون. این منظور همون بدن هست و نه بدن. یعنی واقعا آدم باید تعجب بکنه که به این لقیط ها در قم چی یاد میدن در حوزه علمیه. ادامه‌شو ببینید. بدن به معنی یک شخص یا یک جانور درشت هیکل، جانداره که بدن جسته درشت داره. جاندار درشت هیکل. این بدن میگه در اینجا جاندار درشت هیکل. اینم جانور درشت هیکل، جاندار درشت هیکل. اینو به یاد داشته باشید. حالا نشون میدم که این جانور یا این جاندار کیست. بارزن خیلی واضح، یک موجودی و درشت هیکل خیلی واضح در کنار خورشید میبینن، نحو عین الشمس. خب این چه ربطی به ظهور برهنه امام زمان داره؟ هاشمی چی ترجمه کرد این عبارت رو؟ موقع ترجمهش گفت مستدرک میگوید، همین رو تو مستدرک اومده، امام زمان لخت ظهور میکنن. کجاش اومده امام زمان رو اونجا میبینن؟ از علامت‌های ظهور این است که بدن بارزی را در کنار خورشید میبینن. اصلا فرض کنیم بدن بارز من یه شخص لخت باشه. از علامت‌های ظهور فرض بگیریم. من اینجا اینو برگردانم این قسمتی که اینجا ببینید. اینجا میگه که ان الله بعث فلانا فاسمعوا له واطیعوا. اینو ترجمه نمیکنه. یرون بدنا بارزا نحو عین الشمس یقول هذا امیر المؤمنین قد کر فی هلاک الظالمین. اینو ذکر نمیکنه، میگه یک جاندار، یک جانور. باز دوباره برمیگردیم. اینو فکر کردن هرچی فارسی هم همون باشه دیگه دقیقاً همون میشه. بدن به معنی یک شخص یا یک جانور درشت هیکل، جانداره که بدن جسته. جانور درشت هیکل. توهین به حضرت علی رو دیدید؟ حالا ببینید ادامه. درشت داره. بارزن خیلی واضح، یک موجودی و درشت هیکل خیلی واضح در کنار خورشید میبینن، نحو عین الشمس. خب این چه ربطی به ظهور برهنه امام زمان داره؟ ادامهش رو ترجمه نکرد، چون ادامهش در اونجا میگه که در همین از مانیتور خودش نشونتون بدم دوستان عزیز.
که در کنار ایشون خورشید میبینن. نحو عین. بله. یقول هذا امیر المؤمنین قد کر فی هلاک الظالمین. این امیر المؤمنین هست، یعنی حضرت علی است که آمده برای چی؟ هلاکت ظالمین. و در روایت الحمیری اومده که یرون بدنا بارزا مع قرن الشمس یقول ان فلانا ان الله بعث فلانا فاسمعوا له واطیعوا واقبلوا جمیعا فعند ذلك یأتی الناس الفرج. میگه که الله فرستاده فلانی رو. حالا این فلانی کی است؟ علی است، مهدی است، مهدی است. فاسمعوا له واطیعوا، چون که ایشون است که ظهور میکنه مردم، از او بشنوید و اطاعت کنید. و اقبلوا جمیعا فعند ذلك یأتی الناس الفرج، اون وقتی که فرج میاد. این همه داد میزنید دعای فرج دعای فرج، همین فرج وقتی که فلان میاد فرج دیگه. بعد از اون مرده زنده میشن و تا آخرش. این رو نمیخونه این قسمتش رو، این آخونده مکار. شمس. خب این چه ربطی به ظهور برهنه امام زمان داره؟ الان ما میاییم این روایت ها رو که نشون دادم، یک روایت دیگری هم که اینجا هست. دوستان این رو نشون بدن. این همون حق الیقین بود که انکار میکردن که در حق الیقین نیست. جلد 1 و 2. حق الیقین نویسنده علامه محمد باقر ابن محمد تقی مجلسی، ناشر چاپی علمیه اسلامی مرکز تحقیقات رایانه قائمیه اصفهان. اینجا در صفحه 221 در اینجا در پایان صفحه، از علامات ظهور حضرت قائم آن است که بدن برهنه‌ای در پیش قرص آفتاب ظاهر خواهد شد و منادی ندا خواهد کرد که این امیرالمؤمنین است، برگشته است که ظالمین را هلاک کند. این جانوری که آقای ابوالقاسمی در موردش صحبت میکرد، میگفت یک جانوری کنار خورشید ظاهر میشه. این جانور کی است؟ مجلسی در کتاب حق الیقین به زبان فارسی هم هست، میتونید در ایران 6000 تومان هم قیمتش هست. من دیدم امروز دوستان داشتن دنبال نسخه پی دی افش میگشتن که اینو بگیرن. همینطوری به یکی از فروشگاه دیجیتالی برخوردیم که این کتابو میفروخت 6000 تومان مفت. برید این کتاب رو بخرید و بخونید و ببینید خرافات این مذهب رو، خرافات این دین رو. از علامات ظهور حضرت قائم آن است که بدن برهنه‌ای در پیش قرص آفتاب ظاهر خواهد شد و منادی ندا خواهد داد که این امیر مومنین است، برگشته است که ظالمین را هلاک کند. این جانوری که ابوالقاسمی میگه این جانور کنار آفتاب ظاهر میکنه، مهدی ظاهر نمیشه، جانور ظاهر میشه. این جانور کی است؟ طبق این کتابشون حضرت علی رضی الله تعالی عنه است. جالب است در همین صفحه من که داشتم این رو علامت گذاری می کردم، به یک پاراگراف بالاتر به مطلب دیگری برخوردم که در همین صفحه این رو هم ببینید تا ببینید که این امام زمان نیست، این یک قاتل جنایتکار وحشی است که میاد در آخر الزمان و این اون مهدی نیست که محمد مصطفی صلی الله علیه و سلم بشارت به آمدنش داده. مهدی که محمد مصطفی بشارت به آمدنش داده، اون مهدی برای جنایت نمیاد. اون مهدی برای این نمیاد که ناموس پیامبر رو از قبر زنده بکنه، از قبر در بیاره، نبش قبر بکنه. نباش القبور که نیست، کفنکش که نیست. میاد دنیا رو پر از عدل و داد بکنه، برای اعلای کلمت الله میاد، نه برای مردار رو از قبر کشیدن و شلاق زدن. اونم چه مرده‌ای؟ ببینید اینجا از حضرت امام محمد باقر علیه السلام که چون قائم ما ظاهر شود عایشه را زنده کند تا بر او حد بزند و انتقام فاطمه را از او بکشد. و شیخ مفید در ارشاد از حضرت امام جعفر صادق روایت کرده است که چون وقت قیام قائم آل محمد صلی الله علیه و آله و سلم بشود در جمادی الاخر و در 10 روز از ماه رجب بارانی ببارد که خلایق مثل آن را ندیده باشند، پس برویاند خدا با آن باران گوشت‌های مؤمنان و بدن‌های ایشان را در قبرهای ایشان و گویا نظر می‌کنم به سوی ایشان که آینده از جانب
قبیله جهینه و خاک قبر را از سرهای خود افشانند و ایشان از آن حضرت روایت کردند که بیرون میآید با قائم از پشت کوفه یعنی نجف 27 نفر با 15 نفر از قوم موسی از آنها که حق تعالی فرموده است، تا این خرافاتی که در اینجا است. از امام باقر و دروغ در علل و شرایع، ابن بابوی در علل و شرایع روایت کرده است از امام محمد باقر که چون قائم ما ظاهر شود عایشه را زنده کند تا بر او حد بزند و انتقام فاطمه را از او بگیرد. ما بیزاریم، ما متنفریم، نه تنها ما، هر کسی که سنی هست، هر کسی که سنی است بیزار است از اون امام زمانی که حضرت عایشه را از قبر زنده بکنه، نبش قبر بکنه و حضرت عایشه رو شلاق بزنه. آیا یک سنی با غیرت پیدا میشه در دنیا که به این اعتقاد داشته باشه؟ آیا یک سنی با غیرت پیدا میشه که بگه که بله این همون امام زمانی است که من بهش اعتقاد دارم؟ نه والله، اگر ذره غیرت داشته باشد و دیانت داشته باشد هیچ سنی این امام زمان را قبول نمی کند. زیرا مهدی که رسول الله صلی الله علیه وسلم به آمدنش بشارت دادن نه تنها که مرده ها را از قبر بیرون نمی کنه، بلکه برای اعلای کلمت الله میاد، نه برای نبش قبر همسر محمد مصطفی صلی الله علیه وسلم. ادامهش خیلی جالبه، باران میباره، این گوشت های مؤمنین از قبرها زنده میشنه. این اصلا چون گفتم این پدرش معتاد بوده، حشیش میزده، قبلا من سندش هم نشون دادم. ملا تقی مجلسی، پدر ملا باقر مجلسی معتاد بوده، حشیش میزده. حالا این حشیش اومدن گفتن که والله این یک نوع گیاه بوده، هرچی بوده، المهم اهل دود و دم بوده، تریاک میزده، حشیش میزده، چرس میزده، هرچی میزده. این که این چیزها رو میزده بعد دیگه از خود بی خود میشده. خب طبعا پسر که میگن نشانه پدر نداشت دیگه حرامزاده است. اینا از پدر به ارث برده، چون که پدرم علامه بود و خودش هم علامه بود. اینا که این چرس و مثلا این حشیش رو، چرس نمیگیم حشیش میگیم که ناراحت نشه آقای ابوالقاسمی، این حشیش رو که میزده هر چی که تو خواب تو خیال میدیده مینوشته و این بیشتر به درد این فیلم های وحشتناک هالیوود میخوره که از این امام زمان یک فیلم وحشتناک بسازن که چگونه مرده ها رو زنده میکنه و چون تصور بکنه از یک قبرستان مرده ها دارن از قبر زنده میشن و میان و با امام زمان یکی میشن و شمشیر اسکلت ها دیگه شمشیرها در دستشون دارن مردم رو میکشن. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. این امام زمانی است که دارن براش تبلیغ میکنن.